چون اون چشم مال آدمو نیست. این داستان برمیگرده به تابستون سال 1378 توی یه روستا به اسم نمار حوالی جاده قدیم آمل، روستایی وسط کوه با طبیعتی عجیب و یه چشمه که هیچ وقت خشک نمیشه. اهالی بهش میگن چشمه جن‌ها. هر کی از بچهای قدیمی روستا رو ببینی یه چیزی دربارش تعریف میکنه. یکی میگه شب‌ها از داخلش صدا میاد، یکی میگه نور آبی از توش بیرون میزنه، ولی همه یه چیز رو قبول دارن: اگه بعد از غروب آفتاب بری نزدیکش دیگه بر نمیگردی. یکی از اهالی روستا جوونی بود به اسم رسول نادری، پسر شوخ طبع و ماجراجویی بود. همیشه دنبال کشف جای جدید میرفت. اون تابستون با 3 تا از دوستاش تصمیم گرفتن برن کوه نمار، همونجا که چشمه است. همه چی عادی بود تا عصر کنار چادرشون موندن و خندیدن و نهار خوردن. ولی حدودای غروب رسول گفت: من میرم از چشمه آب بیارم، شنیدم آبش خنک که باورتون نمیشه. دوستاش خندیدن و گفتن: آره برو، ولی زود برگرد که تاریک میشه. اون رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. اون شب وقتی تاریکی افتاد روی کوه، بقیه نگران شدن. 100 بار صداش زدن، هیچ جواب نیومد. صبح با مردم روستا رفتن دنبالش. رد پاش تا کنار چشمه بود، ولی بعد از اون هیچ نشونی نبود. اما یه چیز عجیب اونجا بود: همه درخت‌ها خیس بودن، ولی زمین اطراف خشک و خاکی بود. انگار بارون فقط روی درخت‌ها باریده بود. یه پتو هم افتاده بود کنار آب. پدرش گفت اون پتو مال رسوله. اون شب پدر رسول خواب عجیبی دید پسرش لب چشمه نشسته داره دستاش رو تو آب میشوره، ولی آب مثل آینه صورت یه نفر دیگه رو نشون میداد. یه موجود با چشمای بدون مردمک، پوست سرد و لبخند زننده. صبح که بیدار شد رفت سمت چشمه. اونجا یه چیزی دید که مو به تن همه سیخ کرد. روی سنگ کنار آب با گل نوشته شده بود: یکی باید با ما بمونه. 2 روز بعد جسد رسول پایین دره پیدا شد. نه استخوان شکسته‌ای بود نه کبودی، اما یه لبخند رو لبش بود، لبخندی که هیچ کس نمیتونست تحملش کنه بهش نگاه کنه. چشماش باز بودن، مستقیم به آسمون خیره بود. پیرزن‌های روستا گفتن اون تسخیر شده بوده. جن‌های آبی چشم اونا با خودشون برده بودن، ولی چون روحش تمیز بوده بدنش رو پس دادن. از اون موقع هر سال تابستون یکی از اهالی نمار ناپدید میشه. همیشه هم آخرین بار نزدیک چشمه دیده شده. یه چوپان قسم میخوره که یه شب صدای خنده مردونه از چشمه شنیده شده. وقتی نزدیک شده تو آب چهره رسول رو دیده که هنوز لبخند میزنه. میگن اگه نیمه شب بری اونجا و اسم رسول رو 3 بار صدا بزنی، صدای خنده ای از دور میشنوی و آب چشمش رو میکنه به موج زدن، انگار یکی از پایین داره دست تکون میده. ولی اگه زیاد وایستی ممکن اون دست بالا بیاد. تا امروز هیچ کس نتونسته که بعد از غروب به چشمه نمار نزدیک بشه. حتی وقتی حیواناتشون اونجا گیر میکنن رهاشون میکنن. میگن جن‌های آبی هنوز اونجا هستن، منتظر قربانی بعدی.